خدمات علاقه حکومت جمهوری تاجیکستان وعده داده است که برای تامین اجرای فرمان پرزیدنت درباره گذشتن به حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در منطقه‌های دوردست برای استفاده برندگان، شبکه‌های تقسیم برق و اپراتوران علاقه برقی ضمن عملی نمودن پرداخت‌های غیر نقدی خدمت رسانی‌های اینترنتی را رایگان پیشنهاد می‌کند. در این باره روز 13 نوامبر سال 2023 سامانه رسمی خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان خبر داد. در اطلاع این نیاد گفته می شود که فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی برای جامعه اهمیت مهم داشته، عمومی گردیدن استفاده واسطه‌های الکترونی پرداخت هنگام پرداخت مال و خدمت رسانی با وسعت حساب برابرکنی غیر نقدی در معاملات پولی مملکت مساعدت می کند. از این خاطر خدمات علاقه در برابر دیگر ساختارها تلاش‌های دائمی خود را در زمینه تأمین سرتاسری اینترنت در کشور و دستور مساعدت گردانی خدمت رسانی‌های اینترنتی ادامه داده، در چارچوب نقشه چهاربینی اوید به رفت اجرای فرمان پرزیدنت درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی تصمیم گرفته است که در منطقه‌های دوردست برای استفاده برندگان شبکه‌های تقسیمات برق و اپراتوران علاقه برقی ضمن عملی نمودن پرداخت‌های غیر نقدی خدمت رسانی اینترنتی را رایگان پیشنهاد می‌کند. طبق فرمان پرزیدنت پرداخت به بودجه از جمله اندازها باج و خراج پول خدمت رسانی‌های کمونالی باید علاقه از 1 آگوست سال 2023 پاره به شکل غیر نقدی صورت می گرفت، ولی صاحبکاران از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان میگویند تا حال اندازهای خود را به همان شکل کلاسیکی یعنی با دادن پول نقد به دست ناظر انداز می سپارند. طوری به نظر می رسد جاری شدن لیمیت شدید برق در کشور از پایان ماه سپتامبر اجرای فرمان پرزیدنت برای گذشتن به پرداخت غیر نقدی را بازم قفاتر می پرتاید. سردار خدمات علاقه تاجیکستان بیگ صبور در 3 هفته اخیر علاقه بار سیوم با مسئولان سوای علاقه و نمایندگان شرکت‌های موبیلی و پروایدرها، بانک‌ها و شرکت برق تاجیک تشکیل جلسه می‌کند که یک موضوع اساسیش تامین اجرای همین فرمان پرزیدنت است. اما در شرایط بی‌برقی مقامات تا حال رای حل این مسئله را پیدا نکردند. در یکی از جلسه‌ها بیگ صبور تو پیشنهاد کرده بود که بانک‌ها روی گذاشتن به پرداخت غیر نقدی بدون استفاده از اینترنت رو بجویند، کاری که به گفته بانکداران اصلا امکان ندارد.